همه جوره صداشون قطع شده. من نمیدونم اگه فرصت داشته باشم بخوام صحبت کنم با یکی از شرکت کنندگان در این تجمع که اومدن اینجا در خیابان داونینگ، به من بگید که پیامتون برای در واقع ایرانیانی که تصویر شما رو میشنون چه است؟ من درود میفرستم به همه هموطنان عزیزم، دست تک تکتون رو میبوسم و بدونید که تا روزی که ما زنده هستیم صدای شما هستیم. ما هر آخر هفته میایم اینجا. اولین خواستمون اینه که دولت انگلیس مثل اتحادیه اروپا سپاه و تو لیست گروه‌های تروریستی بذاره و بعدش هم شاهمون برگرده به ایران. دیدم از طیف‌های مختلف اینجا بودن و در واقع شاید طیف‌های مختلف فکری، ولی شعارشون همه یکسان بود. این شعارها رو چطور دیدید و این هم در واقع همدلی که ایرانی‌ها اینجا دارن؟ بله، ما باید امتداد صدای مردم ایران باشیم. وقتی مردم ایران شاه و صدا میزنن ما نمیتونیم چیز دیگه‌ای بگیم و ما تا روز آزادی، تا روزی که رضا شاه برگرده به ایران و ایران رو دوباره قدرتمند کنه، همینطور پرقدرت ادامه میدیم. یه سری شعارم در واقع به مخاطبش پارلمان بریتانیا و نخست وزیر بریتانیا بوده. در مورد اون شعارام صحبت کنید که شما خودتون یکی از کسایی بودید که این شعار پرقدرت فریاد میزدید. بله، اینکه سپاه رو باید در لیست گروه‌های تروریستی بذارن و دیپلمات‌های ایران رو دیپورت کنن و امبسی ایرانی رو که در واقع اینا نماینده مردم ایران نیستن ببندن. اگر این کارا رو بکنن جمهوری اسلامی رو در خارج از ایران ضعیف‌تر از اون چیزی که هست میکنن و ما رو یه قدم به پیروزی نزدیک میکنن. خیلی متشکرم از شما. خانم دیگری